راز سوارکاران باد دشت‌های ترکمن صحرا را در بر گرفته بود، گویی که روحی ناپیدا در میان چادرهای ایل میچرخید. گلارا دختر جوانی از عشایر یمود در برابر سکوت شب ایستاده بود و به دوردست خیره میشد. چادرهایی با پارچه‌های سفید و قرمز که در نور ماه می‌درخشیدند. امشب چیزی فرق داشت. از میان صحبت‌های بزرگان شنیده بود که اسب طلایی ایل نماد قدرت و غرور عشایر ناپدید شده است. این اتفاق نمی‌توانست تصادفی باشد. با خود اندیشید اسب طلایی آخالتکه که در جشن‌های ذکر ترکمن به نمادی از افتخار ایل تبدیل شده بود، حالا نبود. مردم نگران بودند و همه از خود می‌پرسیدند چه کسی جرأت کرده است چنین گنجینه‌ای را از ایل بدزدد. گلارا می‌دانست که باید حقیقت را پیدا کند، حتی اگر مجبور شود شبانه به دنبال رد پای ناپدید شده است برود. آن شب در کنار بیبی سلطان مادر بزرگ خردمند ایل نشست و از او درباره راز اسب طلایی پرسید. بیبی سلطان نگاهش را به آسمان دوخت و با صدایی آرام گفت: اسب طلایی همیشه راه سواران باد را نشان داده است. شاید کسی در پی آن باشد که گذشته را تغییر دهد. گذشته. این چه معنایی میتوانست داشته باشد؟ گلارا به قالیچه قدیمی بیبی سلطان خیره شد. نقش‌هایی در هم تنیده که تاریخ ایل را در خود داشتند. در میان نخ‌های رنگی نخ طلایی دید که تا آن لحظه متوجهش نشده بود. گویی نقشه‌ای پنهان در میان طرح قالی نهفته بود. با دقت بیشتری نگاه کرد. نخ‌ها در مسیری خاص گره خورده بودند و اگر درست نگاه می‌کرد می‌توانست مسیر چشمه قدیمی در جنوب دشت را تشخیص دهد. پیش از طلوع گلارا همراه با اسبش به سوی چشمه قدیمی تاخت. هیچ کس آنجا نمی‌رفت. می‌گفتند مکان مقدسی بود که اجداد ایل از آن محافظت می‌کردند. وقتی رسید در نور کمرنگ سحر ساخت که در کنار چشمه ایستاد. نفسش در سینه حبس شد. چه کسی اینجاست؟ سایه به آرامی برگشت. یک پیرمرد ترکمن که لباس سفید تن داشت. او را از جشن‌های ایل می‌شناخت. مردی که همیشه داستان‌های گذشته را روایت می‌کرد. اسب را اینجا آوردی؟ پیرمرد نگاهش را پایین انداخت و گفت: اسب طلایی را نیاوردیم، اما باید حقیقتی را تو بگویم. پیرمرد گفت که اسب طلایی همیشه نمادی از افتخار ایل بوده، اما باد دزدیده نشده، بلکه به فرار و آزادی رسیده. این اسب نماد سوارکاری آزاد، روحی که در میان باد رها شده تا راه خود را انتخاب کند. اسب طلایی به دشت دوید، اما داستانش باید همچنان در نقش‌های قالی زنده بود. گلارا فهمید که راز اسب طلایی نه فقط مسیری به چشم، بلکه قصه مردمانی بود که هویتشان را در سفر و کوچ حفظ کردند. آن شب در کنار بیبی سلطان گلارا قالی جدیدی با نخ‌های طلایی گرفت. نقش‌هایی از سفر، آزادی و میراثی که در باد زنده خواهد ماند. باد همچنان در دشت رسید و چادرهای ایل ترکمن داستان‌های خود را نجوا کردند. هیفا سالمی از اینچه برون، دبستان فاطمه قاسمیه.